بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاعیه وزارت فواید عامه در مورد شورای سالنگ ها. وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان کار پلان شده سال روان را در شورای سالنگ ها تکمیل نموده است. به همین اساس به تعقیب اطلاعیه قبلی این وزارت، مسیر اصلی شورای سالنگ ها به تاریخ 22 جمادی الاخری سال 1446 هجری قمری که مصادف و 4 جدی سال 1430 هجری شمسی می باشد، برای وسایط مسافربری کوچک و بزرگ و وسایط باربری باز می گردد. قابل ذکر است وسایط مسافربری کوچک و بزرگ همه روزه دو طرفه از این مسیر رفت آمد کرده می توانند، اما وسایط باربری به نوبت یک روز از شمال به جنوب و روز دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت دارند که به تاریخ 4 جدی سال روان روز سه شنبه وسایط باربری از شمال به جنوب اجازه حرکت دارند. وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و دریوران محترم تقاضا می نماید که هنگام عبور و مرور از این شورا ضمن داشتن وسایل و تجهیزات زمستانی، زنجیر یا چین برای وسایطشان، البسه گرم زمستانی، در صورت ضرورت مواد خوراکی با خود داشته باشند، قوانین ترافیکی را مراعات کرده و از سبقت‌جویی غیر ضروری خودداری نمایند. همچنان به راهنمایی‌های موظفین شورای سالنگ ها توجه جدی نمایند.